خب این دفعه اومدم با رسیپی معجون خوابگاهی. اول رفتیم سوپرمارکت، هرچی دم دستمون اومد گرفتیم. بعدش کیکا رو ریختیم، صبحونه و تیتاب و برانی هرچی بود ریختیم داخلش. شیر کم ریختیم که نرم شه. بعدش بستنی رو اضافه کردیم که تبدیل به معجون بشه. ولی حالا اگه شما خواستید درست کنید حتما از کیک برانی استفاده کنید. بعدش چیپلت رو ریختیم، یکم دوباره هم زدیم، تمونده بستنی رو اضافه کردیم دیگه، همای نهایی. اینجا هم که دیگه موزایی که چند روز مونده بود و با استفاده از چنگال خورد کردیم. یه مقدار ویفر بستنی زمستونی 2 تا داشتیم، اونا رو هم انداختیم داخلش دیگه. اینجا امیر داشت خورد میکرد واسه این تا تموم شه. بعدش هم یه همه نهایی زدیم و با اسمارتیز و شکلات تزیینش کردیم. خوبه حاجی، ولی از تصور من خارجه. مرسی که ویدیومو دیدی. لایک یاد نره، ساب کن تا ویدیو بعدی هم از دست ندی.